سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به یه موضوعی که خب شاید یکم نگران کننده باشه اولش، اما آگاهی ازش واقعا برای امنیت هممون تو ایران خیلی مهمه. بله، در واقع بحث تغییر الگوهای جرم، مخصوصاً آدمربایی و اینکه خب چطور میشه از خودمون بهتر محافظت کنیم. دقیقاً. منابعی هم که بررسی کردیم خب شامل یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و حتی یه سری ویدیوهای مرتبط با همین موضوع بود. و نکته جالب یا شاید بهتره بگم نگران کننده تو این منابع، مخصوصاً اگه به آمار سازمان ملل نگاه کنیم، بین 2019 تا 2022 اینه که الگوی آدمربایی انگار داره تغییر میکنه. چطوری تغییر میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی قبلا فکر میکردیم فقط آدمای خیلی ثروتمند هدفن، ولی حالا انگار تمرکز رفته سمت افرادی که شاید آسیب پذیرترن، کسایی که پیگیری وضعیتشون شاید سخت‌تر باشه. آها، پس یعنی اون فکر قدیمی که من که کسی نیستم پس خطری تهدیدم نمیکنه دیگه خیلی درست نیست؟ نه اصلاً، این خودش یه نکته کلیدیه. مجرم‌ها ممکنه الان مثلا سراغ کارگرهای روستایی برن یا افرادی که وضع مالی خیلی بالایی ندارن، چون فکر میکنن پیگیری براشون سخت‌تره. یعنی دایره خطر وسیع‌تر شده. این خیلی مهمه. بله دقیقاً. یه نمونه تکان دهندم تو منابع بود، پرونده ربودن 3 تبعی هندی تو ایران. جدی؟ چی شده بود؟ یه باند بین‌المللی با وعده کار تو استرالیا اینا رو کشونده بودن ایران، برده بودن اطراف ورامین و برای پول گرفتن از خانواده‌هاشون شکنجهشون کرده بودن. عجب، پس یعنی فقط بحث داخلی هم نیست و هدف هم لزوماً ایرانی‌ها یا پولداران نیستن. نه، هر کسی که فکر کنن آسیب پذیره. این واقعا آدمو به فکر میندازه، مخصوصاً که هر روز از وسایل نقلیه مثل تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنیم. آره دقیقاً. خب منابع در این مورد چی میگن؟ مثلا در مورد امنیت تو اسنپ و اینها؟ ببینید، تأکید میکنن که تا وقتی شفافیت کامل تو این سیستم ها نیست، شاید بهتر باشه بیشتر از تاکسی های رسمی، مترو یا BRT استفاده کنیم. و یه هشدار جدی هم بود، درسته؟ آره، که هرگز سوار ماشین های شخصی و مسافربرهای غیر مجاز نشیم. این خیلی مهمه. خب برای بهبود همین سیستم‌های اینترنتی چی راهکاری پیشنهاد شده؟ چون بالاخره استفاده می‌کنیم دیگه. چرا؟ ایده هایی هست که میشه از شرکت ها خواست. مثلا با الهام از یه قانونی تو آمریکا به اسم قانون سامی. مثلا چی؟ مثلا نصب علامت‌های نوری یا QR کد روی شیشه ماشین که بشه راننده و ماشین رو تایید کرد، یا سیستم تایید پین کد. شما یه کد میگیری به راننده میگی تا سفر تایید شه. یا حتی اون ایده سلفی گرفتن راننده قبل از سفر؟ آره، سلفی اتفاقی برای تایید هویت، یا نظارت سیستمی روی توقف‌های طولانی یا اگه ماشین از مسیر خیلی منحرف شد. بررسی‌های دوره راننده ها مهمه، هم سوابق هم وضعیت روانی. اینا راهکارهای سیستمی خوبی به نظر میان، ولی تا اینا اجراشه خودمون چیکار میتونیم بکنیم؟ نقش خودمون خیلی پررنگ میشه. اصل اول همونیه که همیشه میگیم، آگاهی محیطی، یعنی حواسمون جمع باشه. دقیقاً، تمام حواست به دور و بر، به راننده، به مسیر باشه. هدفون و گوشی رو بذاری کنار. آدم وقتی هوشیار با اعتماد به نفسه، هدف سخت‌تری میشه. و اون ایده شبکه امن خانواده، اونم به نظرم خیلی کاربردی اومد. فوق‌العاده است. یه گروه خانوادگی تو واتساپ یا هر جا. همیشه قبل رفتن بیرون لایو لوکیشن رو بفرست. اینترنت و GPS روشن باشه البته. و اون نکته پلاک ماشین خیلی خوب بود. آره، قبل سوار شدن پلاک رو بخون، سریع بفرست تو گروه. چند ثانیه بیشتر وقت نمیگیره. وقتی هم رسیدی یه خبر بده. حالا فرض کنیم با همه اینا یه لحظه احساس خطر کردیم. اون موقع چی؟ یه تاکتیک خوب تماس تلفنی الکیه. با صدای بلند حرف بزن، جوری که انگار داری مشخصات ماشین و جاتو به یکی میگی. این میتونه طرفو بترسونه. یا ضبط صدا؟ آره، ضبط صدای محیط با گوشی. حتی وایس واتساپ رو میشه تو حالت قفل هم ضبط کرد. میرسیم به ابزارهای دفاع شخصی. خب، اسپری فلفل و شوکر که غیر قانونیه برای مردم عادی. چی داریم که قانونی باشه؟ گزینه‌های قانونی و خوب هم هست. مثلا آژیر شخصی. یه وسیله کوچیک صدای خیلی خیلی بلندی داره، حدود 120-130 دسیبل. که مهاجم رو شوکه میکنه و بقیه رو خبردار میکنه. دقیقاً. چراغ قوه جیبی خیلی پرنور هم میتونه لحظه‌ای دید طرف رو مختل کنه. حتی کلیدات.
چند تا کلید محکم تو جا کلیدی میتونه وسیله دفاعی ساده باشه. البته با احتیاط و اگه بدونی کجا بزنی. و اون نکته آخر در مورد گوشی‌های گرون قیمت چی بود؟ آره، اونم جالبه. اگه گوشی خیلی گرونی داری، شاید بهتر باشه یه گوشی ارزونتر، مثلا 1-2 میلیونی، برای زنگ و پیام دم دستت باشه بیرون. و گوشی اصلی رو برای اینترنت و لوکیشن و اینا مخفی نگه داریم؟ آره، الکی درش نیاری. تو منابع اشاره شده بود، تو اون پرونده تلخ خانم الهه، شاید دیدن گوشی گرونش یکی از انگیزه ها بوده. خب، پس جمع‌بندی کنیم. دیدیم که الگوهای خطر عوض شدن، ولی هم راهکار سیستمی هست که باید مطالبه کنیم، هم کارهای فردی خیلی موثری وجود داره. آره، آگاهی محیطی، استفاده درست از تکنولوژی برای ارتباط با خانواده، داشتن ابزارهای ساده ولی قانونی، همه اینا مهمه. امنیت یه چیز چند لایه است انگار، هم سیستم هم خودمون. دقیقاً. و حالا یه سوال واسه شمایی که گوش میکنید. اینکه بدونید الگوهای جرم داره اینطوری تغییر میکنه، چقدر نگاهتون رو به امنیت روزمره‌تون عوض میکنه؟ و مهمتر، با توجه به این چیزایی که گفتیم، اولین قدم کوچیکی که همین امروز میتونید برای امنیت خودتون و عزیزانتون بردارید چیه؟ این چیزیه که میخوایم بهش فکر کنید.